دوستان سلام. امروز اومدیم زنده گوسفندا رو داریم میبریم بیرون، میبریم چراگاه گوسفندا رو. تا همین یه ساعت پیش توی دامداری بودن، سر و صداشون همه جا رو برداشت. این گوسفندا اگه راه نرن مسموم میشن، باید راه برن، غذا بخورن، 2 وعده توی 3 وعده توی دامداری میخورن. بعد ناسی، اونم بچه بره خوشگلمون نگاه کنید. 2 تا باز اون جلو داریم، یعنی در به در دنبال ماده میگرده. حالا من این ویدیو رو براتون تو یوتیوب میذارم، لذت ببرید. اونایی هم که میگن ویدیوت محتوا نداره، هیچ مهم نیست. یه محتوا چی میخواد باشه؟ طبیعت و بره و گوسفند و یه چی میخواد باشه محتوا. من نمیتونم برم مثل پوریا پوتک بشینم پشت. حالا پوریا پوتک خوب عالیه، نمیتونم برم مثل کسایی دیگه بشینم پشت صندلی. ندارم، وضعم خوب نیست.